سلام دوستان، امیدوارم که حال تک تک شما خوب باشه. دیروز یه خونه ای رو رفتم دیدم که خیلی برام جالب و قشنگ بود. یه خونه تو دل طبیعت، یعنی تو وسط شهر واقع شده. این خونه تو منطقه بیویو و استیلز توی نورت یورک از یک طرف، از این طرف دیگه این خونه بک بروین یه جنگل بسیار زیبا و قشنگ پشت به حیاط این خونه داره. بچه‌ها همونجوری که الان داری خونه رو می‌بینین، واقعا خونه بازسازی شده و خیلی قشنگه. به به به، پنجره رو بچه‌ها نگاه کنید، چه نوری، چه فضایی. این جنگل زیبا رو که آدم نگاه میکنه واقعا خستگی روزانش در میاد. مخصوصا ما که صبح تا شب داریم توی شهر داریم کار میکنیم و شلوغ و رفت آمد ترافیک داره، واقعا احتیاج به یه منظره های اینجوری داریم که لذت ببریم. و همونطور که واسهتون گفتم، چون که توی شهر واقع شده، آدم فکر میکنه که توی کاتج هست. بچه‌ها از این خونه واسهتون بگم که جولوکیشنش بیویو و استیلزه، همه باش آشنا هستید. ابعاد زمین هست 75 در 170، یه چیز معادل نزدیک بالای 3000 اسکوئر فیت این زیربنا داره. دسترسیش به خیابون یانگ، به خیابون بیویو عالیه. بهترین مدرسه ها بچه‌ها توی این منطقه است. نیبرهود بسیار بسیار آروم و ساکتی داره. قیمتش خدمتتون بگم 3,450,000 دلاره. 3 تا اتاق خواب بزرگ لارج توی طبقه مین فلورش هست و 3 تا اتاق خوابم توی بیسمنتش داره. بچه‌ها از اتاق‌ها به بیرون بالکنی داره که میتونیم بیان بیرون نگاه کنیم و از این فضای بیرون استفاده کنیم. واقعا جون میده که بعد از راه آدم بیاد توی این بالکنی که به سمت این جنگل هست بشینه و لذت ببره. خب طبقه پایینش هم که الان داریم میبینین، همونجوری که توی فیلم هست، بازم بیسمنت فینیش واک آت با حیاط برابره. فضا بسیار بزرگه، جون میده برای مهمونی های بزرگ که دارین. و با هم دیگه بقیه فیلم رو میریم نگاه میکنیم. امیدوارم که لذت ببرید، مخصوصا از این حیاتی که الان دارین نگاه میکنید و استخری که متصل به جنگل. واقعا پرایوسیش حرف نداره، آدم لذت میبره از این خونه. هر سوالی داشتین تماس بگیرید، من در خدمتتون هستم. اگر دوستان خودتون دنبال همچین خونه‌ای میگردن، به من بگین که وقت بازدید بگیرم. در خدمت همگیتون هستم. برای همتون آرزوی موفقیت و سلامتی دارم.